يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريد. جوابی رسول معظم اسلام از دست اونهایی که قرآن را با آتش زدن شکایت نمی کنن، چون آنهایی که قرآن را با آتش زدن اونها جهنمیان. آتش و جهنم جایگاه اونهاست، ولی من و تو که در مقابل دفاع از قرآن خاموش بنشینیم، رسول معظم اسلام به پیشگاه الله فریاد میزنن یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جواب پیامبر به صحرای محشر را چی میدهید تو مسلمان که امروز به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر مال و ثروت سکوت را اختیار میکنی؟ سروران عزیز و بزرگوار، قرآن را از لابلای قرآن بشناسیم. اگر این قرآن نمی بود، اگر این قرآن نازل نمی شد و اگر این قرآن امروز نمی آمد، انسان معنای انسانیت را نمی دانست. انسان معنای کرامت را نمی دانست. انسان معنای محبت و دوستی و وفا را نمی دانست. تمام دنیا به تاریکی مرگ باری فرو می رفت، ولی این قرآن آمد شیرینی زندگی و لذت زندگی را برای بشریت چشاند. و انه لتنزیل رب العالمین. عزیزان من، این قرآن تنزیل هست، این قرآن تصنیف و تألیف نیست. و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن از کجا آمده که اینقدر ارزش داره؟ این قرآن از کجا آمده که جان من، پدر و مادر من، ناموس و اولاد من همه فدای قرآن؟ این جانی که داریم فدای قرآن. این قرآن از کجا آمده عزیزان؟ و انه لتنزیل رب العالمین. این از جانب رب العالمین آمده. به کجا آمده؟ به چی وسیله آمده؟ و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. این به وسیله جبرائیل آمده، این با آغوش جبرائیل بوده آمده بر قلب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، لتکون من المنذرین، تا این که انسانها بیم داده شوند. این آیه که و این قرآنی که آمده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. این کتاب کتابی است که امروز دنیای غرب عاجز مانده در مقابل قرآن. فرهنگ غرب، فرهنگ قرآن چنان فرهنگ والا و بالایی که در مقابل فرهنگ قرآن فرهنگ غرب فرهنگ فرسوده شده. ای دنیای غرب، ای انسانهای بوزین صفت، شما یک پست قرآن، الفاظ قرآن را با آتش بکشید، فکر میکنید که از قرآن تمام هست؟ انا نحن نزلنا الذکر
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میگه حافظ نگهدار این قرآن ما هستیم. الله حافظ این قرآن است، رب العالمین حافظ این قرآن هست. مصطفی را وعده داده الطاف حق، مصطفی را وعده داده مصطفی را وعده داد الطاف حق. گر بمیری تو نمیرد این سبق. ای محمد اگر تو از دنیا بری ولی معجزه تو جاویدان هست تا به قام قیامت هست. و این کنتم فی ریب مما نزلنا. ای دنیای غرب اگر با این قرآن شک دارید فأتوا بسورة من مثله، بیاورید مثل قرآن یک سوره بیاورید. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله، 10 سوره مثل قرآن بیاورید. ولی این بغض شما، کینه شما، عداوت شما از او لحظه است که رسول معظم اسلام درس برای شما بوزین صفتهای آمریکایی رسول الله داد در غزوه بنی قریظه و بنی نذیر و در تبوک، که شما امروز میخواهید که از امت محمد رسول الله انتقام بگیرید. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، اینها آیاتی است که قرآن چالش میدهد، میگه ای دنیا اگر برای من شک دارید بیاورید یک سوره، بیاورید یک آیه، بیاورید. این قرآن چی است سروران؟ و ننزل من القرآن ما هو شفا. این قرآن شفا هست. این قرآن آمده تا امراض را مداوا کند. دنیایی که در تاریکی فرو رفته بود، دنیایی که به جهل فرو رفته بود، دنیایی که به ظلم و ستم فرو رفته بود، این قرآن آمد دنیا را روشن کرد. این قرآن آمد ذهنها را روشن کرد، اذهان را روشن کرد، بینش و روشنایی برای انسان و انسانیت داد. یخرجهم من الظلمات الی النور. این قرآن کارش و برنامهش این بوده که این که بیرون کند انسان و انسانیت را از تاریکی ها و سوق دهد به طرف روشنایی. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، وظیفه و مسئولیت ما در قبال قرآن چی هست؟ حالا این دشمن که چنین کرده و بارها این را خواهد کرد، من و شما نباید با این معذرت خواهی اینها، بارها گفتیم که به معذرت خواهی دشمن شما فریب نخورید، شما آسوده خاطر نشوید که دشمن معذرت خواهی کرده، ولی تو مسلمان، تو پیرو قرآن بیدار باش و متوجه باش که چگونه دشمن را ناامید کنی، چگونه قلب دشمن را تو با آتش بزنی. این است عزیزان من. اگر میخواهیم، چرا شعارهای شما ضعیف هست؟ باید برای فرزندان خود، همین که شما میگویید مرگ بر امریکا، اندام به اندام دشمن میلرزد. به خاطر چی؟ دشمن فکر میکنه که ما همه نعوذ بالله من ذالک از دین جدا شدیم، فکر میکنه که ما از این قرآن نعوذ بالله من ذالک ما از این
جدا شدیم و ما نعوذ بالله بیزاریم. نه خیر، دشمن خوب بدانه و متوجه باشه که ما به خاطر قرآن 30 سال جنگیدیم و به خاطر قرآن خود را هم فدا می کنیم. حالا عزیزان من، دشمن را چگونه ناامید کنیم؟ دشمن چگونه ناامید می شود به این که ما با قرآن آشنا بشیم؟ حق قرآن چگونه ادا می شود به این که ما دستورات قرآن را با عملی کنیم و در زندگی خود پیاده کنیم؟ چگونه باید مساجد ما درسهای قرآنی شروع باشه؟ باید در مکاتب ما درسهای قرآنی باشه و باید در کورسهای دینی باید درسهای قرآنی باشه و باید خانه های ما درسهای قرآنی باشه. وقتی در همه جا بحث قرآن بود، اینجا دشمن ناامید می شود. سروران عزیز و بزرگوار، بناهن باید که دشمن را ناامید کرد. دشمن چگونه ناامید می شود؟ به این که ما عامل به قرآن باشیم. پیام های قرآن چی هست عزیزان؟ این دشمن چرا امروز قرآن را با آتش می کشه؟ از قرآن می ترسد، از پیروان قرآن می ترسد. قرآن برای ما درس ها داره. درس های قرآن چیست؟ قل یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده تا این که دلهای تاریک را روشن کنه. این قرآن آمده تا قلوبی که مریض هست شفا بدهد. سروران عزیز و بزرگوار، قرآن درس ها داره. درس های قرآن را متوجه شوید. درس های قرآن چیست؟ درس اول، این درس را باید ما به دنیا اعلان کنیم که قرآن ما قرآن است که لا ریب فی، هیچ شکی نیست و هیچ تردیدی نیست. عزیزان من، درس های قرآن، درس اول درس عزت و شرف را قرآن برای پیروان خود میدهد. ای پیرو قرآن، با عزت زندگی کن و با شرف زندگی کن. درس دوم این است که درس شجاعت و غیرت را برای پیروان خود میدهد. اینها درس قرآن هست. درس سوم، درس صبر و استقامت و بردباری را قرآن برای پیروان خود میدهد. سوم، درس اتحاد و وحدت را قرآن برای پیروان خود میدهد. چهارم، درس تعالی و ترقی را قرآن برای پیروان خود میدهد. ششم، درس محبت و صمیمیت را قرآن برای پیروان خود میدهد. هفتم، درس ایثار و فداکاری را قرآن برای پیروان خود میدهد. هشتم، درس اخوت و برادری را قرآن برای پیروان خود میدهد. نهم، درس صلح و صفا را قرآن برای پیروان خود میدهد. دهم، درس آسایش و آرامش و امنیت را قرآن به پیروان خود میدهد. اینها دروس قرآن است. دشمن میداند که پیروان قرآن این درس را از قرآن گرفتن. اشداء علی الکفار. قرآن میگه ای پیروان من،
با کفار سختگیر باشید. رحما و بین هم دیگر رحم و شفقت و محبت و صمیمیت داشته باشید. عزیزان من، این درس های قرآن در زندگی ما اگر پیاده شود، در زندگی ما اگر جامعه عمل بپوشد، دشمن ناامید می شود، قلب دشمن آتش می گیرد. عزیزان من خوب متوجه باشید که دشمن هیچ وقت دوست نمی شود. سوال است آیا قرآن بزرگتر است یا پیامبر؟ سوالی هست آیا قرآن بزرگ است یا پیامبر؟ از این قرآنی که لفظ و کاغذ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترن. همین کسانی که امروز قرآن را به آتش زدن، آیا میدانید که پدران آنها میخواستند که پیامبر را به قتل برسانند؟ بناهن دشمنی که با پیامبر رحم نکرد، دشمنی که با اصحاب پیامبر رحم نکرد، یهودی که در یک روز، این یهودیان کثیفی که در دنیا زندگی میکنن، اینها کسانی هستند از نسل کسانی هستند که به یک روز 70 پیامبر خدا را شهید کردند. بناهن عزیزان من، این درس های قرآن و این پیام های قرآن را فراموش نکنید. دشمن بداند عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی چیزها هست که انسان او را به شر میپندارد ولی به خیر تمام می شود. دشمن بداند که این حرکتش باعث بیداری مسلمان ها می شود. این حرکت سبب می شود که جلسات قرآنی ما پررنگتر، با شکوهتر و با عظمتتر شود.